احتمالا الان متوجه شدیم که تو این ویدیو میخوایم چه کاری انجام بدیم. طبق روال هر سال تابستونا برقمون قطع میشه، ولی همراه با برق آنتن هم میپره. اگه مودم شارژی داشته باشیم که خب میتونیم خودمون باهاش سرگرم کنیم و یه سری کارهای داخل اینترنت انجام بدیم. اما تو این ویدیو میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم وقتی که برق نداریم از مودمی که شارژی نیست استفاده کنیم. اول از هر چیزی برای ساخت UPS مودم باید ولتاژ کاری مودممون رو بدونیم. معمولا هم برای پیدا کردن ولتاژ کاری مودم میتونید از پشت مودم تشخیصش بدید. الان برای من 12 ولت نیم آمپر. برای ساخت یک UPS مودم راههای زیادی وجود داره. اولین راهش اینه که ما از ماژولای افزاینده استفاده کنیم. برای مثال اگه یه باتری 3.7 ولت لیتیوم داشته باشیم، با یک ماژول افزاینده MT3608 میتونیم ازش 12 ولت خروجی بگیریم. اگر مودمتون 9 ولت باشه، خب میتونید با مولتی ترنی که روی ماژول قرار داره اون ولتاژ رو کاهش بدید. الان وقتشه که دیگه بریم روی میز کار رو ببینیم چطور میتونیم یه UPS بسازیم. چیزایی هم که برای ساخت این UPS نیاز داریم یه چیزایی مثل باتری ایجکشن 150. کارم من از 3 تا استفاده میکنم که ظرفیت بیشتری داشته باشه. به یه باکس نیاز داریم که بتونیم کارمون رو توش جمع کنیم و یه ظاهر خوبی بهمون بده. یه کلید راکر برای قطع و وصل کردنش. به یه فیش تبدیل هم نیاز داریم که حالا اگه مودمت فیش استاندارد میخورد نیاز به این تبدیل نداری و میتونی از همون فیش استفاده کنی. ولی برای من یه همچین تبدیلی نیازه. ماژول تیپی 4056 برای محافظت و شارژ باتری و اصل کار که ماژول MT3608 هست و میتونید خیلی راحت از سایت ما تهیه کنید. الان دیگه میتونیم بریم سراغ جایگذاری قطعات رو ببینیم چه قطعه‌ای رو کجا باید به کار ببریم. خب من این پایه باکسم رو میشکنم که بتونم این باتری رو این گوشه به بهترین نحو قرارش بدم. همونطور که میبینید الان خیلی جای بیشتری دارم برای بقیه قطعات. به نظرم این ماژول رو به این صورت داخل باکسم بذارم بهتره و جای کمتری میگیره و میتونم به راحتی این افزاینده رو کنارش قرار بدم. به این صورت کلیدم هم که میتونم اینجا قرار بدم و خوبه. اوکی. پس اول میریم برای پیدا کردن مکان این 4056. خب تا به حالی همچین چیزی داریم و به همین راحتی تونستیم سوکتمون رو در بیاریم. خب تقریبا کارمون تموم شده. کلیدمون همچین چیزی شد. باتریمون هم که میاد اینجا و ماژول شارژمون هم به این صورت اینجا قرار بگیره. میریم یه سوراخ هم بزنیم برای خروجیمون که سیم رو ازش رد کنیم. از اونجایی هم که فاصله این 4056 با باتریام خیلی کمه، از یه ورق نسوز استفاده میکنم و بینش میذارم که وقت اتصالی نکنم. راست این کاغذهای نسوز هم میتونی از سایت ما بگیری. در ابعاد 10x10 و 20x20 موجوده. پین های ورودی و خروجی ماژولم رو هم قلمدود میکنم که راحت‌تر بتونم سیمو بهش وصل کنم. با استفاده از چسب حرارتی هم زیر باتریامو چسب میزنم و به باکس هم وصلش میکنم. به کاغذ نسوزم هم یکم چسب میزنم و وصل میکنم به باتری و تیپی 4056. به همین راحتی تونستیم 3 تا از قطعاتمون رو جا بدیم. یه سوکت استانداردم میارم و از این سوراخی که زده بودم میفرستمش داخل. رو ماژول MT3608 هم 4 تا پین وجود داره. 2 تا مربوط به ورودیه و 2 تا مربوط به خروجی. مثبت و منفی خروجی ماژول رو به این سوکت استاندارد وصل میکنم. همونطور هم که گفتم مثبت رو به مثبت و منفی رو به منفی. کنارهای کلیدم رو هم یکم چسب میزنم که وقت در نیاد. 2 رشته سیم میارم و سراشون رو لخت میکنم. خب من الان از باتریم 2 رشته سیم دارم، قرمز و مشکی. مشکی رو به بی منفی ماژول تیپ 4056 و قرمز رو به بی مثبت لین میکنم. 2 رشته سیم دیگه هم میارم و از خروجی ماژول 4056 به ورودی ماژول MT3608 لین میکنم. از ماژول 4056 یه انچاپ گرفتم و به کلید میدم و از یه سیم دیگه استفاده میکنم و وصلش میکنم به این مثبت ماژول افزاینده. خب اتصالات ما تموم شده و الان کافیه که یه تست ولتاژ از ماژولمون بگیریم. مولتیمترم رو میارم میذارم روی ولتاژ. پراب مثبت رو به نری استاندارد و مشکی رو به بیرون نری وصل میکنم. همونطور که میبینی ولتاژ 0 ولت رو من دارم. وقتی هم که کلید رو بزنم ولتاژ من میره روی 12 ولت. برای تغییر ولتاژ هم این مولتیترنی که اینجا هست رو کافیه چند دور بچرخونید تا ولتاژ مورد نظرتون رو تنظیم کنید. همونطور که میبینید الان ولتاژ 12 و 6. وقتی هم که من چند دور بچرخونم میشه 14 و 2.
به همین روند باید این مولتیترن رو بچرخونید و ببینید کجا اون ولتاژ دلخواهتون رو میگیرید. خب 12 و 19 ولتاژ اوکیه برای مودم و همینطور که دستگاه بازه ازش یه تست میگیرم که ببینم مودمم رو روشن میکنه یا نه. خب الان این دستگاه روی 12 ولته. وقتی هم که با یه تبدیل به مودم وصلش کنم باید مودمم روشن بشه. الان اگه من این راکر رو بزنم مودمم باید روشن بشه. همونطور که میبینید چراغ مودم روشن شد. به همین راحتی تونستیم یه UPS مودم درست کنیم. وقتی هم که برق رفت نمیتونیم ازش استفاده کنیم. خب در نهایت هم 4 تا پیچ میارم و در پشتش رو میبندم. به همین راحتی همونطور که می‌بینید همه چراغای مودم روشن شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. مثل همیشه هم تمام قطعاتی که توی این ویدیوهای قبل و بعدی قرار ببینی و میتونی از سایت ما با آدرس الکتروشناسایار تهیه کنی. یه نکته هم اینجا وجود داره، چون ما داریم از افزاینده استفاده میکنیم، هر چه ظرفیت باتریمون بیشتر باشه بیشتر مودممون روشن میشه.